بینندگان عزیز، درود بر شما. از استدیوی خبر تلویزیون تیشک اهم آخرین رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم. یک شهروند مهابادی به زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری مکریان، یکی از شهروندان مهابادی به اسم دلشاد خضردشتی از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال حبس محکوم شده است. اتهام نسبت داده شده به دلشاد خضردشتی همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردی می باشد. از سوی دیگر، دلشاد در پرونده دیگری به اتهام عبور غیرقانونی از مرز از سوی دادگاه عمومی سردشت به 4 ماه زندان محکوم شده است. همچنین به گزارش مرکز خبر حزب دموکرات کردستان ایران، روز پنجشنبه 19 اردیبهشت، دادگاه انقلاب سنندج یکی از شهروندان ساکن دیواندره به نام سیروان منصوری را به 20 ماه زندان محکوم کرده است. سیروان منصوری پیشتر با تودیع 80 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. لازم به ذکر از جمهوری اسلامی به طور روزانه شماری از جوانان کرد را روانه زندان می کند و به بهانه‌های مختلف آنها را محکوم به حبس می نماید. این در حالی است که روشنفکران جرمی مرتکب نشده و تنها به ظلم و بیداد جمهوری اسلامی اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان سنندج در مقابل استانداری کردستان اقدام به تجمع اعتراضی کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، قریب به 30 نفر از بازنشستگانی که از سال 86 به بعد بازنشسته شدند، در اعتراض به عدم دریافت پاداش‌های پایان خدمت خود در مقابل استانداری اقدام به تجمع اعتراضی کردند. همچنین تجمع کنندگان گفتند تعداد 800 نفر از بازنشستگانی که از سال 86 به بعد در کردستان بازنشسته شدند، پاداش‌های پایان خدمت خود که شامل 10 تا 15 میلیون تومان برای هر کدام می شود را دریافت نکردند و در این راستا اداره آموزش و پرورش 11 میلیارد و 77 میلیون تومان به آنان بدهکار است. اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به 8مین روز خود رسید. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، امروز بیش از 2000 نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه از ساعت 8 صبح در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و تعدادی از جوانان و مردم این شهر نیز در پشتیبانی از آنها به این تجمع پیوستند. همچنین فرماندار شوش در جمع کارگران حضور یافته و به آنها وعده هایی داده است، اما کارگران شعار وعده های تو خالی نمیخواهیم، ما حقوق خود را میخواهیم را سر دادند. در پایان کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به حرکت های اعتراضیشان ادامه خواهند داد و خواسته هایشان را بدین شهر اعلام کردند: پرداخت حقوق معوقه 2 ماه اخیر، پایان دادن به پرونده سازی ها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب، برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت و برکناری رئیس حراست به نام شفیعی که در پرونده سازی ها، سرکوب و جاسوسی علیه کارگران نقش مستقیم دارد. این تجمع از سوی نیروهای ضد شورش محاصره شده و ماموران اطلاعات نیز از آن فیلم برداری کردند. در گزارش دیگری آمده است کارگران شرکت بهداشتی مینا در اعتراض به مشکلات صنفی خود اقدام به برپایی تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، این تجمع با حضور 400 نفر از کارگران این واحد تولیدی در واکنش به برخی مشکلات شغلی خود در مقابل کارخانه صورت گرفته است. قابل ذکر است کارگران شرکت بهداشتی مینا طی سال جاری چندین بار اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند و تجمع امروز نیز با دخالت نیروهای انتظامی و حضور مدیر عامل پایان یافت. 5 نفر در قم به اعدام از طریق پرتاب از بلندی محکوم شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، 5 نفر به نام‌های مرتضی 21 ساله، هادی 24 ساله، جواد 24 ساله، حسین 19 ساله و مهدی 24 ساله به اعدام به وسیله پرتاب از بلندی محکوم شدند. روز گذشته نیز 5 تن در زندان مرکزی قم به دار آویخته شدند. اتهام این افراد تجاوز به عنف بوده است. همچنین 5 نفر دیگر از سوی دادگاه قم به اعدام از طرق دیگر محکوم شدند. دانشجویان دانشگاه تهران به طرح ارتقاء امنیت ملی اعتراض کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز گذشته دانشجویان دانشگاه تهران در جریان برگزاری برنامه‌ای به اسم کلاس شیشه که با حضور یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی ایران برگزار شد،
نسبت به طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اعتراض کردند. بر اساس این گزارش در حالی که طبق قرار قبلی قرار بود رادان مسئول اجرای طرح امنیت اجتماعی حاضر شود، از بیم اعتراضات و سوالات دانشجویان در این مراسم حضور نیافته و یکی از معاونین خود را برای حضور در این برنامه فرستاده است. همچنین بنا به دعوت مجری برنامه، یکی از دانشجویان دختر پشت تریبون قرار گرفته و به شدت از طرح ارتقاء امنیت ملی انتقاد کرده و دانشجویان نیز از وی پشتیبانی کردند و در پایان مجری برنامه به ناچار زودتر از موعد به مراسم پایان داده است. در خبر دیگری آمده است در ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های کشور نسبت به تغییرات مطرح شده به نام اصلاحات ساختاری، نیمه شب گذشته بیش از 500 نفر از دانشجویان دانشکده مهاجر اصفهان از خوابگاه بیرون آمده و به سوی خیابان‌های روبروی دانشکده به راه افتادند که موجب بسته شدن این خیابان‌ها شد. بر اساس این گزارش این اعتراضات حدود 2 ساعت به طول انجامیده و در آن دانشجویان شعارهای دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و مدرک ما حق ماست و سرور یار دبستانی من را سر دادند. در این تجمع رئیس دانشکده حضور یافته و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. اعتراضات شب گذشته دانشجویان دانشکده مهاجر اصفهان در نمازخانه و خوابگاه پیگیری شد و تا ساعت 3 بامداد ادامه یافت. جمهوری اسلامی مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق را توپباران کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی پیامنر، شب گذشته و قبل از ظهر امروز توپخانه جمهوری اسلامی مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق را به شدیدترین وجه توپباران کرده است. در این باره آزاد صالح، یکی از مسئولان ناحیه ژراوه، گفته است ساعت 11:30 شب گذشته سپاه پاسداران به طور گسترده و شدیدی روستاهای این ناحیه به نامهای رزگه، ماره، دو و پشتی قلاتوکان، دولکوکا، اویرش و شناوه و نقاط دیگری را مورد آتش توپخانه‌ای خود قرار دادند. همچنین در فواصل ساعت‌های 8 تا 9 قبل از ظهر امروز نیز مجددا سپاه پاسداران به توپباران‌های خود ادامه داده است. به گفته آزاد صالح، این توپباران‌ها زیان جانی در بر نداشته، اما خسارات فراوانی به مردم این ناحیه وارد آورده است. عشایر عرب عراقی برای مقابله با ایران از کشورهای عربی درخواست کمک کردند. رئیس انجمن شیخ و عشیره‌های عراقی و رئیس عشایر دلم ضمن درخواست از کشورهای عربی برای کمک به آنها در مقابله با ایران از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز خواستند از اعمال نفوذهای ایران در عراق جلوگیری کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی پیامنر، رئیس عشایر دلم همکنون به قاهره سفر کرده است و این دیدار بنا به دعوت وزارت خارجه مصر صورت گرفته است. به گفته وی در این دیدار درباره نقش عوامل مخرب در ایجاد ناآرامی‌های عراق به مسئولان مصری توضیح داده است و برای جلوگیری از جنگ افروزی‌های ایران در عراق از آمریکا و اروپا درخواست کمک کرده است. نبردها میان حزب الله و دروزی‌های لبنان ادامه دارد. پس از درگیری‌های میان حزب الله لبنان و نیروهای حکومتی در بیروت و طرابلس، درگیری‌هایی نیز در کوههای شرقی بیروت روی داده است. در درگیری‌هایی که روز شنبه به وقوع پیوست، 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در این باره جنگ‌ها به شهر الیه و مناطق کوهستانی مشرف به بیروت